من از 5 ماهگی رو پای خودم وایسادم. نتونستم ببینم بقیه میتونن ولی من نمیتونم. یادم 5 سالم بود ما رو انداختن بیرون از خونه. چرا؟ چون اجاره خونه نداشتیم. 5 سالم بود. دست خانواده رو گرفتم رفتیم تو چوب زندگی کردیم. به پدرم تجاوز شد، به برادرم تجاوز شد، خودمو که بد کردم. اونجا بود یه تحولی تو ذهن من ایجاد شد. اون بزنگاه هست. گفت دیگه بسه. اوکی باید من و پدر و برادرم رو با 30 سال قبل تو چوب زندگی میکردم. الان باید برای دیدن من اسیرکزوز وقت بگیره. میخوام بهت بگم یه جمله پدر بزرگم زندگی منو تغییر داد. پدر بزرگم 160 سال عمر کرد. اون لحظه که میخواست بمیره همه خانواده رو هم جمع کرد. این بین خودمون باشه. پدر بزرگم آخر لحظه خودشو بلند کرد. یه نگاه به همه کرد. چی گفته باشه خوبه؟ گفت دهن همه تونو گاهید. اگه میخوای مثل من موفق باشی عدد 3 رو کامنت کن.